سلام دوستا، آمد زمستان است و هوا هم روز به روز سرد میشه. در این روزهای سرد غذاهایی را باید نوش جان کنیم که هم قوی باشه، هم خوشمزه و هم به مریضی های مختلف مثل زکام، ریزش که خیلی مفید و گرم باشه باید نوش جان کنیم. امروز یکی از غذاهای معروف وطنی خود براتان شریک ساختیم که مادرای ما سابق بر ما آماده میکردن. خیلی ساده همچنان خیلی مفید و خوشمزه هستن. عموما وقتی که ما از ریزش یا زکام می بودیم این غذا را برام آماده میکنن و میدادن تا نوش جان کنیم. شما میتونین که به اطفال نازنینتان، به خودتان و همچنان فامیلتان میتونین که آماده کنین. مطمئن هستم که خیلی خوشتان میآید. امروز به یاد امروزا این آماج خیلی خوشمزه را آماده ساختیم. خب میریم به طرف طرز تهیه. ابتدا نیم دانه پیاز ریزه میکنیم و بالای روغن اضافه میکنیم و میگذاریم که رنگش گلابی رنگ شود. بعد از اینکه رنگ از تغییر کرد یا گلابی رنگ شد، 2-3 دانه سیر اضافه میکنیم و ایره هم میگذاریم که سرخ شود. بعد از اینکه پیاز و سیر خوب سرخ شد، یک نیم دانه مرچ و 1 دانه رومی را تراشک میکنیم و بالایش اضافه میکنیم. 1 قاشق چایخوری هم رب بانجان رومی را بالایش اضافه میکنیم و اینا را با هم سرخ میکنیم برای چند دقیقه، نهایتا 2-3 دقیقه. و بعدا بالایش مقدار ضرورت یا کمی از نیم قاشق کمتر هم زردچوبه اضافه میکنیم و ایره هم شور میتیم تا که سرخ شود. بعد از اینکه زردچوبه با اینمی مواد ما سرخ شد، بعد از او مقداری از آرد بالای اینمی مواد اضافه میکنیم و ایره شور میتیم تا که سرخ شود. در می جریان اضافه کردن آرد متوجه باشین که دیگه شور بتین، به خاطر که ته دیگ نگیره و نسوزه آردتان. برای 4 دقیقه که خب آرد با می مواد ما سرخ کردیم، بعد از او 1 گیلاس آب جوش بالایش اضافه میکنیم و در می جریان همونطور دیگه هم شور میتیم تا که غوره نمونه. بعد از اینکه تمام مواد ما همراه با آب خوب حل شد، بعد از او 1 گیلاس آب نیم گرم دیگر هم بالایش اضافه میکنیم و بعد از او در ادامه ماش از نیم گیلاس یا طرف شسته و بالایش اضافه میکنیم و ایره هم شور میتیم و در ادامه 2 عدد شلغم ریزه میکنیم. هر اندازه که خودتان دوست دارین میتونین که ریزه کنین و اضافه کنین و بعد از او نیم گیلاس آب گرم دیگه هم اضافه میکنیم و بعد در ادامه 1 قاشق چایخوری هم نمک، مقدار ضرورت یا کمی هم پودر زنجبیل و همچنان تخم گسنیج، پاپریکا، مرچ سیاه اضافه میکنیم و اینا را هم خوب شور میدیم که تمام مواد با هم مخلوط شوند و بعدا سر دیگه بسته میکنیم و میگذاریم تا آهسته پخته شود و در همون جریان 2-3 دقیقه بعد یا 5 دقیقه بعد حتما 1 بار دیگتان شور بدین تا که ته دیگ نگیره و آهسته بگذارین تا که خوب پخته شود. همچنان شلغم و ماش نرم شود. قسمی که خودتان در تصویر میبینین هر 2-3 دقیقه بعد من 1 بار دیگه شور میتم تا که ته دیگ نگیره و این کار تا زمانی ادامه میتیم که ماش و شلغم خوب نرم شوند و پخته شوند. و قسمی که در تصویر میبینین آماج خیلی خوشمزه ما کاملا آماده است. شما اگر دوست داشتین میتونین که تندتر هم آماده کنین، مرچ زیادتر اضافه کنین و اگر دوست نداشتین میتونین که وقتی که برتان کشیدین جداگانه مرچ خشک میتونین بالایش اضافه کنین. خب اگر ویدیو من از فوریو میبینین حتما فالو کنین به خاطر ویدیوهای مفید بیشتر و این ویدیو مرا به دوستکایتان هم حتما به اشتراک بگذارین. و یک تشکری خاص از او دوستایی که همیشه مرا حمایت میکنن، لایک میکنن، شیر میکنن و همچنان نظریاتتان در کامنت حتما برای من شریک بسازین و در کامنت بگین که غذای بعدی کدام غذا باشه.